بابا اینجایی؟ چیکار میکنه؟ خبر دار میکنم بگو بابا بدن که ما برم بخور رخت چیزی بستون دگان ایدام بیام دیگه خیاطی ها قبول نمیکنه. چیکار کنم بجو؟ پول بدن که برم بخور رخت بستون که خیاطی ها دیگه قبول نمیکنه. یعنی رخت فرض ها؟ دیگه بابا ایدی میاد دیگه. یک تمام مردم که دروا خوربه کده خلاص کرده. ما دیگه هنوز درام به زمین گذاشته یعنی کار خوبیه. خود دیگه درای میکنیم بابا دیگه. کی دیگه؟ تا شما می هفته وز لقمه بخو میگیردی یله گردی میکنی کار خوبیه. یله گردی به کجای یله گردی دیگه. درای آماده میدین که درایوگر درای کنه خلاص دیگه دستای انجام میکنه خرمان خلات. بابا جون همین گندمی که به درایوگر بدم همینو بود بفروشم خود از رختی بستو. حال ما گندما تا درایشون اونا بفروشون خودم اید روزه دیگه سال میایه. چیکار میشه؟ آخی بابا چند روز دیگه به اید مونده بس کن تا گندما درایشه اونا بابا برون بفروشون بابا دم پولار بخور رخت. اگه دل مردم درای میکنه وقت خرمان نشون لات هم میشون فروخته هم میشون بخور رخت هم میسون نمیتونستی. یار مدام میتا گپ. چیه مدام میگه پار میده تو هم یله گردی جرری که تاشم یله گردی کنی بخور. بابا اگه کار دارین خودداری دارین دگی دارین به تامی زمینا کومه تاشم جون مکنده با که یله گردی چه دامه که کار نداره بخوی بار میرون سردی ای بار بخو تو کرفتی بیداری چه دروغ میگی میگی سه سال من دوزان جگر مکنده تو کرفتی بیداری بار میگو تو کرفتی بیداری اگه شب بیداریه بر تو میگم برو بیداری که میگه خواهی دارم بروز بیداری میگه من چه کار دارم این چی رقمه نه کار تو معلومه نه روزگار تو معلومه چه کار کنم خودتو حالا کم بیا میگفتی که هیچ آمده که بده که رخ بستون بخواه پول بده که رخ بستونو بابا خجالت کش شما مدام همی گپا خود میزنن گردن آبان با شان بیشتره به چاک کش بخو بستون نه واسکات بستون نه همه چیز بستون آماده کردن که گفتم به شواید گرون میشه حالا شما میگم می پول بدن که ما برم بخو حداقل بم 5 6 متر تکه بستونم شما میگم بیا گندمار درو کو گندمار دروگر از منیه حالا که تو زد کردی تو پول میدم برو خود تکه بستو مدان نمازگر بیا که برای خودت درو کنه بابا من درو کردن نمیتونم بابا آخه با تعزی هفته واز الله با تعزی گرد خاک نفس من تنگ میشه آخه من درو کردن نمیتونم دروگر ما در حال ترقتول ماشین تکنولوژی شما فقط من فکر نمینم که خود ما برم درو کنم آخه اگه من درو کنم گندما خمی دروگرا چی بخورم همه کار میتونم ما کرده این تو لقمه زده که میتونیه مثلا غوری که میشین ان لقمه یولکتانی که چپا شطور ور میداری هم فکر میکنی همین گفتم من گندم که من درایوگر بودم برای ماشین بودم همین با خونه خود خرج مصرف میکنه بابا یک چیزی به شما بگم بگو خدا یک دستر درو نمیکنه خوش باشین خوش ندارم من خود میرم درو میکنم چرا شما درو کنه بابا نکنه ما که نه درو میکنم چی می برو جرا چی جان نانه ای اما گام میزنم به چی جان نانه جریبی 16 ابدا من درو میکنم بابا که اون کجی ترکتونی داره تا شون درای میکنه زمین ها مردمه 16 من چند نمیشه پیلی بسن من چندیه یک جریب زمین بابا من 100 به 16 صد آفرین همین 16 صد یک کسی بریم که مثلا یار مخونه خونه لا اله الا الله چی میگی بابا میگی الف میگی بابا یاغ بابا آنه بگیرم نه شمار مقدارم نه خود ایگه پانیه بابا جان به خدا یک سیر بابا نمیذاره که درا کنه برو بخور رختم برو بابا ما به شما عزیز ما به قصیر رخ نه اصلا بگیریم می 500 هم بگیریم نما اول 500 نمیشه با دیو میام نه در چند بودم سه کنیم بابا جو سه کنیم ما به شما چی میگم قط بالا شما به دل می خوری اله به اله شما هم عمر شما با اخیر رسیده نفس شما تنگه خوری اله به اله به تا گندم علاف نکنیم آخی گمی گرد غبار از اینا میره به گلو شما میره باز مگه 200 ظریفه نقطه دعایی بستونه جریب 16 17 من کجی روونه به ترکتون خود درا میکنه از اینکه ما و شما سر و 4 روز کلوانگ دروا باشیم به 1 ساعت 2 ساعت من نصف روز بسته زمینا من درا میکنه میره برات کار خود بابا جو خیال ارزان نمیشه که ما و شما چیز کنه آخه چرا همه چیز حال فراهم شده برای آدم درر میکنن دسته جمع میکنن بخور لط میکنه یک وقتی بود خرمن بود چپر بود گوار بیار به هفته واز الله برات چپر بده اون گندما لط شه
حال به 10 دقیقه بخور لد میکنه گندمه، به 10 دقیقه ترکتور درای میکنه بابا. دستایر هم بیخی با خود ما نفر میگیرین که جمع کنه. بابا بدین شما 5 سری سه کنه. اگه شما میرین خودی کجیر گپ میزنین برین نوبت بگیریم من پیشی که می گندما مردره کنه. اگر نمیزنین گپ که من خود ما برون خودی و گپ زنم بگم کجیر جو کی نوبت ما میرسه که بیا می گندما مردره کن. سر آخر و اول بابا 6 چریب زمین داره. 6 چریب 6 تا 18 من حساب کو چند؟ تقریبا 100 من گندم میشه. 100 من گندم مال 10,000 ریپه میشه. بابا به خاک که میشه فدای سر ما و شما. گفتم تو دیگه نون من مقصد هر نمیرم. تو دیگه نون ببیننگی خورده با چی می؟ صحیح بابا من نون ببیننگی خودم من مقصد میرم بابا خودی که جیر گپ میزنم نوبت میگیرم که بیا گندما ما نداره. برو هر کار میکنی. یک دای با نگیم چه کار فلان من خودی از این منطقه گپ زنم بابا که نه برو جواب ده. برو هر کار یاره که پیال من ساختم بابا یک ز پول با کجا جمع میکنه صبح میمونیم میرم برات کار خود اینا هم ما چه کدام بگو ای به سختی است شده چی می؟ صحیحه بفهمیدی؟ سر کله خور بابا با این رقم سفید کردیم یالا بگیره با درخت سفید نکردم سر کله سرم درد میکنه کو مادر من ای جان محبوب آخ دو دست خور بگیره بر سر من ای دو دست خور بگیره بر نداره ای جان محبوب آخ کمکی کم شود درد سر من بابا جون چی ماره میایی آقای نگاره خور بدید و به لب جوی آی جان محبوب تیاره خوشحالی خیلی رفته هوار خوبه چه کار کنیم به تعمی سر سرا کار هم داشتم به تو من هم که به هفته ها میرم دیگه می به گندم دروی می کلا خوبه دیگه تا چشمام هفته نمیفته به می خاطر سرخونه خوب کار میکنی که جیجو بله برارم امی 6 جریب زمین مار برارم بیا می گندم آکا مار دره کوبم ماشین خوب انا جریب چندی می دره که ما حساب رم بفهمیم انا چه که اینو بعد ما میرسه فارغی نی نکه میفهم که فارغ هم نیست باور بکنی رمضان جان به سر ممیت شلوغ نیه که چند نفر جواب کرد با که او هم شما همسایه مانی ما و شما سلام علیک داریم جریب 20 من به شما میداره و او هم به 4 روز بعد دیگه به شما نوبت میرسه جریب 20 من که جی؟ جریب 20 من شوم زایب دامانه به خدا میداره و شوم زایب دامانه سهیه حال تلم گرونه یکی هم نوبت به سر من نمیرسه باور بکنیم مردم ریزی هم که من 20 من داره و ما برای اینا وقت نمیدون او هم به شما جریب 20 من سکو برار جو به هر چی میداره و ما به سر ساعت بریم همین جریب 18 منه با ما حساب کو 6 جریب زمین بار 4 روز بعد نوبت ما میرسه مشکل نداره بیا اینا رو ساعت 4 روز بداره صحیحه هرچی نباشه به هرچی هر سال که تو گندم بده روی می بیام به پیش تو به هرچی بده روی به ما ارزونتر میداره هر چیزی شما که واقعا ارزش و احترام و عزت خود کو به پیش میداریم زنده بشی سلامت باشیم مدت 18 من کامه گیرم گرونه تیل تور بشه صحیحه اما به لیتر 70 لیفه 65 لیفه تیله تیاره دیگه میفهم که تیل هم گرونه صحیحه دیگه سکو 4 روز بعد صحیحه ما جریب 18 من همون 18 من 19 من کنیم خدا یک من دیگه ارزشی نداره که یک کلاب آره خب من به می هفته و سخت تور میارم میداره و جمع میکنم تل میشیزنم دمت نکشم آیا ما فایده خونم ببینم میکنی فایده خورم میکنی دیگه برارم دیگه بعد دیگه را فایده بیشتر بخوره از ما کمتر خب صحیحه بریم دپینیه شما پول ندیم همون که نمیام میگره خیر بینی برار جو من میرم دیگه کار نداری بخیر باش 4 روز بعد 4 روز بعد بقید صحیحه خوب باش امروز همه شنبه به 4 شنبه بخیر میگم کاش امال میگره 4 روز بعد شنبه میشه دیگه شنبه یک شنبه دو شنبه سه شنبه صحیحه و دیگه جمعه بابا عدا ندیده که نه بریم دل جمع باش
ای گل بیت الجمال ما تو باشی، ای جان محبوب آخ بسر عقل و کمال ما تو باشی. اینجا نشینیم خوندن نکنم گه برم بیامدم جمع کردم خوب شد از گه گل جمع شدم برم کمک مبلینم بستنم تیلم بندازم ترکتور که برم بمیتو به جلو خود سر زمین ماما نیردین آخر بابا خود دوز جریب دارم همونا رو بیار بداره گفتم خوبه میام برم همونا یک ساعت کار نداره قرار کرده خطم میشه میره برای کار خود اینجا بشینم روز مخیره شم شد برم با فکر همی کار شد İşte konum. Oyda. Zendamam همه بره. ها کجیر جان. چی پای خیریات بخیری برو رمی. ماست ما میتونیم سر زمینات خوب شد تو بدید باش کمی چی برام عجله تو پاس کن. خیریات نی. امی. فال زمینی دارم برو رمینا مگاری بیای بدره دیگه. نه. خود دیگه. من راست بگو ماما نیرولا نمیرسم. چرا برو رمی؟ نمیرسم چند رمضان بگرفتم و چند نفر هست اینا مغاری بدره و اماری این به جلو خو میرسم و میتونیم کمک کردم سرک دی کمک مبلین بستنم تل بستنم بیارم بنازم به ترکتور خو و می چند پالی برم بدره و نمیرسم الله شمال بدره و خب خیر رمضان که خلاص شد نوبت نکجید جان چی فرق میکنه؟ چهارشنبه رمضان به سه‌شنبه رمضان افتاد خب با پنجشنبه از مر بدره نمیشه از اون 6 جریب آخر بابا از اون 6 جریب از من 3 جریبه کرایه هم نمیکنه دیگه دیق نشیم برای یک نفر دیگه بگردیم که بیایم زمینا شمال بگیره من نمیرسم راست رو پروژه ترکتور محمود ترکتور ثابتی نیه ما این دروگر بگیریم که زمینا شمال دروگر خیلی وقت میگیره کجی جان امال من دروگر بگیرم امال 8 جریبی 2 روز کار داره 6 روز میشه تو با 1 روز اینو خلاص میکنی کلاک من میکنی فقط اگه ما این به هفته دیگه به شما نوبت با بیلو هفته دیگه خیلی دیر میشه کجی هم میرزه دوشنبه یکشنبه دوشنبه هفته نه به شما نوبت کام گندمام میرزه آخه دل شما خب اگه به چهارشنبه به چهارشنبه از رمضان میدره به پنجشنبه از ما بدره اگه به پنجشنبه نمیدره به جمعه چیش براتون نمیشه زمینا ما ملال اومد هم هستیم خیر غمی نداره دیگه بخیر باش مگر ما خود شروع کنم درو دیگه چیکار کنم شما درو هم خود خوب بگیریم بشینیم به درو خب رو جنابی امنار بدره ثواب داری تو بابا پولاتون هم نقد میدم یکشنبه دوشنبه همی کچیده میشه اگه خوشیم که آن شما رم نه دیگه گندمام میرزه تا روز برو نمیشه تا روز آی به قربان چمم یاره علیده دلارمی غمای تو مرم کرد میده جانم وی به زندگی وفاداری نکردی به وقت مردن و مایی چی فایده گلی از دست من بستان بوی کو میان کاکلای خود پنو کو وی به هر جا کی رفتی مرم ندیدی به منجی با خود گل گفتگو کو جان محبوب کنج باغچه دل و ماتم گرفته خدا آسمان ما به دستی کم گرفته چرا نمازی شم شده به شهر ایران لبی بامم دیارم غم گرفته چرا لبی بامم دیارم غم گرفته خدا چریچم شد ایرا جان ایرا چریچم شد ایرا جان ایرا جان ایرا جان
تیاره گیله تیاره خب بس دیگه خب گیله بیکاری نیه برارم از یه بعد امید به سر کار خونه ری که دیگه یک سنی یک دقیقه بیکار بخواه نشیم اشته بسلام و تو میته کار پیدا کردم اشته بفهمیدی؟ اول به سر زمین ها بودم که جیره گندون داره میکرد خودم ترکتور آفرین گفت اگر باز اشتری گفتم شکر فضل خدا امید اختیار میکنی خودم دیگه گفتم میگم ای برار تو گیلک و بیکار نیه گفتم ولی ها گفت اگر اون نمیشه بیا خودم کار کنه گندون داره کنه آن خودم تو دیمی کار کنه هم بیکاره هم وارده بلغلغه چی بلغلغه؟ چوسته لغلغه رفته و تصل رو دیگه مثل کسی قیلات بلی سر نمیسویده از صبح میری دیگه چاش لغلغه کنه میری صبح که یخ زودتر داره میشه صبح وقتی خوشه گیله بابا تو کار پیدا کنه خب بیکار بخونه ای وقتی خوشه خیلی نشو خب سر هفت دست پیش صبح خیلی برو سر زمین ها خود گندون دارم کن و تو پول میده مفته داره نمیکنی ما مفته نمیرم ما مفته زرد کتری بشکر یا قمقومه من هنه قبیلو اما چا مچه دوره میکنی الجام پوش بکو بشی اوله که تو کجیر مفته نمایه که بری میگه بیجی با بیا خودی دائمی کار کنه چال بزنون همه داخله که دیگه خودی همه بی نفره هر روز 130 پی پول هم بزن میده نمازدگر و نمازدگر 130 پی بزن میده بشانت دایی احمد 130 نگو دایی بگو پولا که تو نمیگیری میاری با خونه که خرج کنه میفهم پول نشد تا به بسات چی فایده داره 13 تا دایی چند تا؟ 13 تا ها بابا او مرتقب پرساله و من 9 تا دایی میدن نرم تو حالا به 13 تا دایی برون گیله تو 40 ساعت پول ماره میشه 130 روپیه 130 میگم سگ اندازی چند تا 9 تا دایی رو میشه 9 تا دایی 68 روپیه خب پس بابا کجی میگم گیلک برو با 9 تا دایی بده می با 9 تا دایی با 9 تا دایی ها میری 130 نمیره 9 تا دایی صحیحه سوز گیلک بخیر کجا برو؟ احمال برو کجی به سر زمین ها از ما از زمین برو شروع کن بگو به شرطی که چیزه امر چیزه ترکتور دارم بده به دستم باید وقتی پس چی داره میکنی؟ ترکتور داره وقتی سوش بیایی تندو ها دیگه رو بده خوشان به چی؟ نیا گفتن یه خودی من گندم داره کنه خوشان شروع نگه مگه نازمین جوار میگردم بخی برو هم بگه کجیر بگه وار میگه کی؟ تو پاک کنیه امینا برو تیاره برو سکو انت گرفت بگه باز برام خودی من گردم من بیکار من نمان خواهی تو کار کنم خلاص خوب از پول چی نگیری دست من رو روش کنم نه دست من رو روش کنم از پول چی نگی خوبه برو ما بازو میگم خوبه نه کسی از دفعه دایی میدم نه کسی دفعه دایی تو برو برو اگه چله ساده سکو پول نمیفهمه من 13 تا 130 به میگم 9 تا دایی